واقعا عالیه این منظره. قیمت این سویت 8 میلیون درهمه. یه طراحی ایتالیایی فوق‌العاده داره. بالاخره رسیدیم به اولین مقصد. بچه بعد نیم ساعت با این قایقی که میبینید رسیدیم به این جایی که الان هستیم، یعنی هتل پورتوفینو. یه هتل ایتالیایی 5 ستاره فوق‌العاده است. ویویی که داره اگه اینجا باشید لذت میبرید ازش. بچه بریم داخل و یه نمای رنگی رنگی خیلی خیلی خوشگلی داره. میگن تمام وسایلای این ساختمون از ایتالیا اومده و درجه 1 اونجاست با دیزاین ایتالیایی. این درختی که میبینید هم از اسپانیا آوردن و 900 سال قدمتشه. ببینید جوونه هم زده و کلا با خاک و همه چی یه جوری آوردن که اصلا هیچ مشکلی براش پیش نیاد. خب بچه بریم داخل. از این قسمت میریم سمت لابی. خیلی باحاله بچه‌ها. سقفو ببینید چه نقاشی کار شده، بی‌نظیر. این بچه اونور اون تابلوها رو ببینید که همش کار دسته. از این راه باید رد شیم تا برسیم به اون سویتی که میخوان نشونمون بدن. بچه درهای سویت ها توی این راه قرار داره و یه نکته جالب که تمام این دیوارها ساوند پروفه، یعنی هیچ صدایی از این رد نمیشه. اینجا یه سویت یه خوابه است که گوشه سمت چپ این هتل قرار داره. بریم داخل بچه ها که 2 تا حموم دستشویی داره. این یکیشه که واقعا لوکس کار کردن، معلومه که خرجش کردن. فقط این قسمت هم اون کمدای شیشه ای که به کار بردن. اینجا یه هتل خانوادگیه و دلیلش اینه که میبینید تمام سویت های این هتل یه اتاق بچه کاملا مجزا داره. اینجا یه تخت 2 طبقه است که طبقه پایینش حالا وسایل بازی بچه ها قرار میگیره. کف هم ببینید فقط چی به کار بردن. و طبقه بالای این یه تخته که از این ور میتونم برم بالا و بچه ها بخوابن. اینجا هم پذیراییه، ولی اول بریم قسمت تراس رو نشونتون بدم. این ویو معرکه است. فکرشو بکنیم بیاین تو تراس اینو ببینین. اون روبروتون جزیره اگه ساخته بشه فکر بکنین چی میشه. اینم ویو کامل هتل پورتوفینو. طبقه بالا رو بهش میگن پرنسس سویت که مثل همینجاست، فقط اتاق خوابو نداره، به جای تراس بالکن داره. 800 اسکوئر فیت مساحتشه و قیمتش 2,900,000 درهمه. اینجا واقعا خوشگله. این کنارم کلا درختکاری میشه و مثل یه جنگل میشه این بغل. این سویتی که الان داخلشیم 3000 اسکوئر فیته و یه چیزی در حدود 278 متر مربع میشه و قیمتش 8 میلیون درهمه. بچه لیوینگ روم رو ببینید چقدر قشنگ دیزاین کردن و طراحی خاص و تکی داره اینجا. دیوارا رو ببینید و اینجا این سطح شیشه‌ای که LED ها این داخل به کار بردن ببینید خیلی قشنگه. و با استفاده از در متحرکی که اینجا به کار بردن شما قشنگ میتونین اون پذیرایی و اتاق خوابتون از اتاق بچه کاملا جدا کنید. و الان میرسیم به این اتاق خواب فوق العاده. اینجا هم توی این شیشه یه دونه تلویزیون LED دیگه به کار رفته و ویو بیرون ها که قشنگ میاید اینجا و نور خیلی خوبی داره و از این هوا لذت میبرین. همه اجناس این سویت کاملا درجه 1 ایتالیایی هستن. فقط این طراحی ها، LED ها، ببینید چقدر شیشه به کار بردن. تمام کمدها رو شیشه‌ای ساختن. و این قسمت هم یه حمام خیلی بزرگ. وسط حمام یه اینجور وانی به کار بردن که واقعا قیمت داره. این حموم دستشویی مجزا و شیشه‌ای. اینجا هم یه میز خیلی قشنگ که خانم ها میتونن به عنوان میز آرایش هم حتی ازش استفاده کنن. و اینجا هم دستشویی که با درکش‌های اینجا هم میتونه از اتاق خواب مجزا بشه. این هتل فوق‌العاده توی قلب جزیره اروپا قرار داره. این تابلوها رو ببینید که همش کار دسته و دیزاین این منطقه است. الان هم داریم برمیگردیم سمت قایق و این ساختمون تقریبا کار ساختش تمومه. من عاشق این نقاشی سقف شدم که چقدر قشنگ دیزاینش کردن. پورتوفینو امروز اومدیم فقط نگاه کردیم، ولی مطمئن باش خیلی زود برمیگردیم و تو رو میخریم. قایقمون هم اینجا منتظرمونه تا بریم و برسیم به پروژه بعدی.
بریم بچه ها سوار شیم تا جا نموندیم. همه منتظر مان. با پورتوفینو خدافظی میکنیم و میریم سراغ یه ویلای شناوری که 3 برابر این قیمتشه. هنوز به جای حساس سفرمون نرسیدیم بچه ها. منتظر قسمت بعدی باشید. از من حمایت کنین. خیلی دوستتون دارم. بدرود.